کشاورزی شما دوتا گوشه رو برمیداری به این صورت. بهتره که مشما رو بکشیدن خلاف جدید تیپ ها بکشید، چون میدونی با این تیپ ها تیکه کنیم مشما رو کوچیک کوچیک جمعش کنیم. یه سر من اینجا جمع میکنیم، این کله های اول آخر یه ذره این خاکلوشه اذیت میکنه، ولی وسطش اینجوری جمع کنیم و همش میاد. بعد شما همین رو جمع کنیم تا وسط ها تقریبا اینا رو جمع میکنه و کاره میشه. ببین کله تو این دیگه بود میگیری اینو از خودش اینجوری میاد. بعد احتمال پاره شدنش هم هست. بیسمنمون چوبونه چیکار میکنه کنکش. بیا ببین الان اینجا رو با تیپ من پاره کردم، این تیپ ها تیکش کردم که راحت بکنم جمع کنم. هر وقت هم خواستیم مثلا تیپ و شما رو تیکه تیکه کنیم همین برعکس تیپ ها بکشید. الان تیپ این بره شما رو به این بر کشیده شده. یه دونه این تیپ ها رو انتخاب کنید از هر جایی که مثلا خواستید. معمولا تا 3-4 متر شده تا بر میداریم. این خودش پیچه میکنه، نگاه این خودش در میاره. چون کافیه با یه دستم میشه. یه پاره شد، این پاره شد دیگه. حالا سر رابط شد. همینجوری بکش و برو خودش میاد. مشما فاصله فعلا راحتر میتونی